مقامات دادستانی کل ازبکستان به تفتیش ناگهانی کمیته انداز و گمرک آن کشور شروع کردند. منابع بخش ازبکی رادیوی آزادی روز 13 فوریه گفتند که مفتشان دادستانی کل ناظران این دو کمیته را بازپرسی کرده از آنها بیانات میگیرند. به قول یک منبع رادیوی آزادی در وزارت امور داخلی ازبکستان، در حال حاضر بنای کمیته انداز تحت نظارت جدی است. در اطراف بنای کمیته ماشین‌های سبک‌رو و اینچنین ماشین‌های مخصوص ایستادند که برای بردن سربازان استفاده می‌شوند. خبرنگار سرگئی یشکوف با تکیه به قول منابعش گفت بعد آنکه رستم عنایتوف رئیس سابق خدمات امنیت ملی ازبکستان روز 31 ژانویه امسال از مقام کنار رفت، به سر خدای او باتیر پرپیوف رئیس کمیته انداز ابر سیاه آمد. یک مقام دادستانی هم گفت که ژنرال پرپیوف چند روز باز در بیمارستان است و در آنجا دارو و درمان میگیرد. ماه دکبر سال گذشته بخش ازبکی رادیوی آزادی خبر داده بود که باتیر پرپیوف ماه اکتبر عریضه استعفای خود را نوشته است. این تفتیشات در حال آغاز شد که به قول منابع بخش ازبکی رادیوی آزادی هفته گذشته خادمان دادستانی کل و پلاته حساب در کار کمیته انداز میلیون ها سوم کم آمد را آشکار کردند.